تفاهم و ایجاد هماهنگی میان شما با قول جناب آقای حافظی تجار بین المللیه که خوشبختانه با اکثریت چهره ها من آشنایی شخصی دارم. این به این معنا نیست که جناب عزیز که پیشتر فرمودن چیزی به نام داره باشن، به نام دارن جناب عزیز، ولی میشناسم که من شخصیت هایی رو در بین شما میشناسم و قصدا نمیخوایم نام بگیرم که زمانی که بنده افتخار خدمتگزاری در معارف افغانستان را داشت، از بین شما تجار وطن دوست و بااحساس کسانی بودن که پیوسته هم معلمین ما را و هم متعلمین ما را تشویق مادی و معنوی میکردن و از جمله خاطرات نیکی است که ما هرگز فراموش نخواهیم کرد. امروزه که شما به این ابتکار دست زدین، فقط خواهش و توقع و تقاضای ما این است که از یک سو شما برای فعالیت‌های تجاری میتونین با تشکیل این نهادها در بیرون از افغانستان به توسعه و گسترش سرمایه گذاری و فعالیت‌های تجاری خود اقدام بورزید. از سوی دیگر چیزی که انتظار مردم افغانستان هست، دولت افغانستان است با ارکان‌های سگانش، این است که ما در سرمایه گذاری در داخل افغانستان بیشتر توجه داشته باشیم. و با صراحت میخوام عنوان کنم که امروز مردم افغانستان، دولت افغانستان مرهون همت شما تجار ملی افغانستان هست. شما امروز اگر در افغانستان و خاصتا در پایتخت افغانستان شکوفایی را احساس میکنین، ساختمان های را احساس میکنین، اگر چهره کابل را زیباتر از گذشته مشاهده میکنین، در کنار خدمات و فعالیت هایی را که دولت افغانستان انجام دادن مرهون همت شما تجار ملی افغانستان هست. اگر شما شجاعت و جرأت انتقال سرمایه به افغانستان و سرمایه گذاری در افغانستان را به خرج نمیدادین، ما امروز شاهد تحول و شکوفایی کابل و ولایات مختلف افغانستان نمی بودیم. باور دارم که هم دولت افغانستان هم شهروندان افغانستان متوجه به همت شما و شجاعت شما و سرمایه گذاری شما در داخل افغانستان هست و درک میکنم که شما دوستان عزیز به تضمین و گارانتی امنیتی چه به صورت فیزیکی چه به صورت قانونمند که در جلسه دیگری هم ما ایره تعهد داشتیم نیاز داریم. وضع امنیتی کشور شما به شکل است که اگر جرأت شما تجار نبوده باشد کمتر کسی آماده به سرمایه گذاری در داخل افغانستان خواهد بود. اما این علامت دیانت شما، وطن دوستی شما، تعهد ملی شما برای شکوفایی سرزمین جنگ زده تان افغانستان هست. این قابل درک است برای من که تجار عزیز ما هم به مسئولیت و امنیت فیزیکی خودشان، کارمندانشان و هم به مسئولیت سرمایه و تأسیسات سرمایه گذاریشان دارند. و باید دارم که در مجلس مشابه دیگری که در کابل به وجود آمد و دایر شده بود به ابتکار سکتور خصوصی، من یک تعهد را به شما دوستان عزیز خود داشتم که ما آماده حمایت